حروف تعریف معین و نامعین، ترتیب استفاده از اینها در زبان آلمانی به چه صورت هست؟ به طور کلی اگر یک اسم برای اولین بار در یک جمله عنوان بشه، اون اسم نامشخص و نامعین هست. در زبان فارسی نشانه نامشخص بودن اسم یک به علاوه اسم به علاوه یا نکره است. به عنوان مثال، من دیروز یک ماشینی را دیدم یا حتی ماشینی را دیدم. برای مخاطب من مشخص نیست که من کدامین ماشین رو دیدم. به عبارتی ماشین نامشخص هست. پس اون bestimmte Artikel، یعنی حرف تعریف نامعین. Gestern hatte ich ein Auto gesehen. دیروز من یک ماشین یا یک ماشینی را دیدم. دیروز من ماشینی را دیدم. ماشین مشخص نیست. اما اگر همین کلمه یک ماشینی که میشه ein Auto در یک جمله دیگری، یعنی در جمله دومی عنوان بشه، تبدیل میشه به ماشینه، یعنی کسره اضافه میگیره که کسره اضافه در زبان